با زیاد شدن سرشمار گرگ در جنگلزارهای منطقه کلوب حمله بر رمه‌وگوهای ساکنان بیشتر شده است. ساکنان میگویند با سرد آمدن هوا در زمستان و فرآمدن گرگ‌ها به همواری امکان دارد چارواهایشان طعمه این حیوان‌های وحشی شوند. در اداره خواجگی جنگل منطقه کلوب گفتند سرشمار گرگ در یک سال گذشته حدود 300 سر زیاد شده است. سببش را هم در منع شدن شکار این حیوان ارزیابی میکنند. نسبت سال گذشته 265 سر زیاد شد. از شماره چند؟ سال گذشته ما در موافق معلوماتون 265 تا بود. 1100. مسئولین این اداره میگویند حسابها تخمینی است و امکان دارد شمار جانوران از این هم بیشتر باشد. در برابر گرگ سرشمار دیگر نوع جانوران وحشی هم در این منطقه افزوده است. ببر برفی، خرس و خوک از شمار حیوانات هستند که رو به افزایش دارند. 17696 تا حیوانات وحشی. خود است 17764 است. از همین 5280 سر خوک است. 81 سر نسبت سال گذشته زیاد شده است. بعد خرس 770 که این هم کتاب بسیار خوده 600 نسبت سال گذشته زیاد شده است. بعد این سال شکاری کاوگ هم موجود نبود. دانشمندان میگویند سبب اصلی افزایش سرشمار حیوانات مساعد بودن شرایط زیست و دسترس بودن غذا می باشد. در چنین حالتها مقامات برای شکار گرگ و دیگر حیوانات اجازتنامه و کوتا مقرر می کنند که باعث کاهش یافتن خطر از حمله آنها به ساکنان می گردد.